بچه‌ها مشکل چیز دارید بگید. گفتین الف آخر اسم بشه واو با صدای او، این همیشه صادقه؟ ها کاکام، صادق که خوب، جواد باقرم هست تازه. من توی مراتب بعض وقتها ما عادت داریم یه سری حرفا رو از کلمات حذف بکنیم. دلیلمون هم اینه که میگیم چیکاری همه حرفا رو به کار ببریم. شما باید حواست باشه الفی که میخوای بکنیش واو با صدای او قبلش هیچی حذف نشده باشه. مثلا کلاس ها اولیش کلاس ها بوده، شما نمیتونی بکنیش کلاس ها. یه جوری بکنی مفردو رو با جمع عوض دگزش کردی. عوض دگزم یعنی جابجا کردن، یعنی اسامی جمع رو تغییر ندیم، اسم مفردی که آخرش الف هست تغییر کنه. یعنی مغزم مغزای قدیم، هنوز که هنوزی یه چیایی میفهمن بزرگترها که کوچیکا میشنفن رپل میگیرن. رپل میگیرن هم در اصل یعنی مزاجشون یه مقداری دچار اختلال. خارجی ها صبح که بیدار میشن میرن ورزش میکنن، بعد برمیگردن دوش میگیرن، بعد صبحونه میخورن، چای میخورن، قهوه میخورن، روزنامه میخونن، بعد میرن سر کار. من دیروز همین کارا رو کردم تا از اون مغرب طول کشید.